گفتیم دستگیری کنیم. دوستان عزیز یک چیزی که برای ما شما بیگانه نیستین. همه همین تو یک کس از زور نیم، من ای شما یگون چی طلب نمیکنم، یگون چی هم در کار نیست، یگون تا یگون چی هم در کار نیست. برادر جانا سببی گفتن قامت شکستن ما در این نبود. قامت شکستن ما در سمین پرابلم ای خودم، در سمین پرابلم ای خودم در درون. ما برای کار دیگر کسو تا هندوستان رفتم، هزار رحمت. یک خیلت نویسه که در هندوستان رفتی رایم خوردی گشتی، امروز محتاج شده اومده روسیه. برادر جان همون یک بریده گوشتی ما خورده باشم، یک بریده آش ما خورده باشم، الله در بالای سر دیده سای بچه‌ای که در اونجا بودن دیده سن. نه که نفری که تو بو خیر نمیکنی همه گپ هم میزنی. سلام به همه شما تماشابینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. به همه شما معلوم است که من یک چند مدت است از شهر دوشنبه دور هستم و دیروز یک ویدیو را برای من روان کردن و یک ویدیو را من تماشا کردم. اویدی رحیم پروداکشن، اویدی انا همین برادر گرامی ما، هم کسب ما، آن نفره که من تماشا میکردم ویدیوهاش رو که پیوسته در غمخوری مردم بود، پیوسته در فکر مردم بود و کوشش میکرد که یک اویله رو که تواند انا همین سبب شود که کمی هم باشد برایش کمک کنند. و دیروز من تماشا کردم که در ویدیو اکای رحیم خود با انا همون جسارت مردانگی میگرید، خوب میگوید که چون سخنهای قبیح نگوید و برایم کار چی میگویند، یعنی که کار پیشنهاد نکنید و چون سخنهای قبیح نگوید، چون امروز در شهر مسکو هست و شاید کسی نمیدوند که مشکل انسانیت چی پیش می آید و من اکای رحیم رو خوب میشناسم، میدونم و انا همون محض برنامه های خیرخواهانه او بود که من سبب گشت که من نیز یک چند ویدیوها کنم و مردم رو یادم کنیم یک جا. و من تماشا کردم که از مردم خواهش میکند که سخنهای قبیح نگویند، گریه میکند. من چی گفتنی هستم اکای رحیم؟ من همچون خواهر هم کسب شما، همه ما در بر شما هستیم و خواهش میکنم گریه نکنید. مردم ما یک چی میگن، یک خصلت دارند، اگر خوب هم کنی بد میگویند، اگر بد هم کنی بد میگویند. من حیرانم آن نفرانه که حتی دستی کمک دراز نمیکنند ولی از دور نشسته سنگ میپرتایند. من حیرانم برای آن نفرانه که چنین سخنهای قبیح میگویند برای یک نفری که توانست که اینقدر مردم را کمی هم باشد دستگیری نماید. من برای این چیز حیرانم. من میدونم که ساحه یوتیوب یک وابستگی دارد، اگر کمی هم باشد، اگر هزار یک با مردم باشی، با مردم پیوست باشی، به حال مردم خوبی کنی، اگر یک ذره اگر کمک یگم چیزی خطاگی دیدن یا که اون یگم گپ باشد، مردم سر میکنن به سخنهای قبیح گفتن. و عموما ما و شما اکای رحیم، عموما ساحه‌ای که ما و شما هستیم باید به این چیز عادت کنیم و باید بگوییم که ما میتوانیم. خوب اگر که با یک نفر گپ سخنی خوب میگوید و 10 نفر سخنی بد میگوید، به خاطر انا همون نفر ما شده ما ترک سازیم کاری خود را ترک سازیم. حاضر شما دا میگم که برای چی قامت ما شکست، میان ما شکستن، قامت ما شکستن. در کار شوه پیش همت به نام خدا قسم 4 زانو میزنم، زوره میکنم. اگر زورم نرسه دست پیش بر کردیم که پرابلم داریم در اینجا در مسکو. زورمون اومده گفتیم مقصد دستگیری کنیم، گفتیم دستگیری کنیم. دوستان عزیز یک چیزی که برای ما شما بیگانه نیستین. همه همین تو یک کس از زور نیم، من ای شما یگون چی طلب نمیکنم، یگون چی هم در کار نیست، یگون تا یگون چی هم در کار. برای گفتم یک خیل سگت مرا دیگه خیل فهمیده. خداوند روزی که ما دارم در سر یگون تا دیشونتا درد یک بیمار بیماردار میفهمد. دوستان عزیز شما خرسه نکنین که یک بلاگری آبی رو امروز محتاج ده.
من مثل شما بنده انسانم، در کار شب محتاج میشم، در کار شب خداوند، در کار شب خور و ذلیل میشم، خداوند که در کار شب بای میشم. دوستان عزیز لیکن نگین این گپا تانا نکنیم برای بعد هم کنی بعد میگویم. من حیرانم آن نفرانه که حتی دستی کمک دراز نمیکنند ولی از دور نشسته سنگ میپرتایند. من حیرانم برای آن نفرانه که چنین سخنهای قبیح میگویم برای یک نفری که توانست که اینقدر مردم را کمی هم باشد دستگیری نماید. من برای این چیز حیرانم. من میدونم که ساحه یوتیوب یک وابستگی دارد. اگر کمی هم باشد، اگر هزار یک با مردم باشی، با مردم پیوست باشی، به حال مردم خوبی کنی، اگر یک ذره اگر کمک یگم چیزی خطاگی دیدن یا که اون یگم گپ باشد، مردم سر میکنن به سخنهای قبیح گفتن. و عموما ما و شما ما در کار شوه پیش همت به نام خدا قسم چورزونو میزنم، زورا میکنم. اگر زورم نرسه برای سمینی پرابلمم، اگر زورم نرسه پیش همت به نام خدا قسم چورزونو میزنم، پیش دشمنم زورا میکنم که برای سمینی پرابلم مرا دستگیری کنیم. نه که حاضر ما آدمایی که لعنت من گفتین، آدمای رحمت من گفتین، ما گپ تو ندارم، هزار رحمت کلان حاضر ما ده کنسه چیزی دارم برای سمینی پرابلمم حل میکنم. ای از جانب الله در ما آمدگی، من هیچ وقت این کار نمیکنم، قبول میکنم، در درونم قبول میکنم تاوی حالی کارم میابم. بعد مردایی که در مسکو مرا زنگ میزدن در تاکسی میگفتن برچکه رحیم برای ایجای خدمت که اوجا رکه، من دست خیلی 14 میدویستم میرفتم. امروز من در ایرپورت مسکو خام بیدم زنگ تون میزنم، تلفن مرا جواب نمیتین. بمبرین نامردو، بمبرین. شما سخن میکردین، من اکتون میگفتم دویده میرفتم کارتون میکردم. ای برچکه بیو مسکو ایجا در این خیل دستگیرید میکنیم و خیل دستگیرید میکنیم. من ایرپورت باید راه را نمیدونستم، تو جای درکاری را میرفتم، من یندکس پاندکس زکس کرده نمیتونستم. زنگ تون زدم، نامردو تلفناتون جواب ندادین، تلفناتون کشتگی بود، اس ام اس ما جواب ندادین. نه که الحمدلله آدمای درکاری اومدن مرا گرفتن. حضور احمد اکا عبدالله جان اومد مرا گرفت، حضور احمد با اکا عبدالله جان اومد مرا گرفت، ایرپورت آورد تو جای درکاری را. پیش آدماش هم رفتیم، محتاج شدیم، دست پیش بر کردیم که پرابلم داریم در اینجا در مسکو. زورمون اومده گفتیم مقصد دستگیری کنیم. و عموما ما و شما اکیره هم عموما ساحه که ما و شما هستیم باید به این چیز عادت کنیم و باید بگوییم که ما میتوانیم. خب اگر که با یک نفر گپ سخنی خوب میگوید و 10 نفر سخنی بد میگوید، به خاطر انا همون نفر ما شده ما ترک سازیم کار خود را، ترک سازیم وظیفه خود را. و چی میگن آن کسبی که دوست میداریم، آن کارهایی که ما دوست میداریم، باور میکنید فکر میکنم که از روی این به ارادگی است. پس باید ما ارادهمون قوی گردانیم و انا همون نفرانی که سخنهای قبیح میگن ما خود نشان بدیم که ما میتونیم. امروز هستیم، پگاه هستیم، دانید که همه ما درباره شما هستیم. و از همه آن نفرانی که سخنهای قبیح می نویسند و من خواندم کامنتاری های اکای رحیم رو که پیش از که من ویدیو رو برای من روان کردن و من تماشا کردم، باور میکنه دلم ریش شد برای گریه اکای رحیم، برای انا همون میگوید که من خداوند اگر که خواست من خوار و ضریر میشوم. راست است، هر چیزی که از طرف خداوند میشود ما نادیده علاج نداریم. لیکن برای آن نفرانی که نمیتوانید حداقل کمک کنید، خواهش دارم سخنهای بد ننویسید. و من فکر میکنم اکای رحیم که باید چنین سخنها مردانگی شما را هیچگاه نشکند، هیچگاه. و از همه آن نفرانی خواهش میکنم که همه یک جا شده بیاید دستی کمک دراز میکنیم و سخنهای قبیح نمیگیم. خیر عزیزم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزن برادران عزیز تنجان، خداوند هر یکی ما شما را نگهبان باشه. هزار رحمت برای سخنهای نیکتان، هزار رحمت برای سخنهای بدتان. میندارم از هر یکی شما، میندارم. بعضی خرسان شده که امروز
رحیم محتاج چیده غریبی آمده، رحیم محتاج چیده ایمو زوره کرده سای. بعضی دیگه هزار آمدی تسلی دل موشیدین، دربار موشیدین. چین زوره سم گفتین چیزی که شما نشوه مو قطیتیم. برادران عزیز، نواری دیروز کردگی ما ای شما طلب پول نبود. اگر که ما شما طلب پول کردن میخواستم در روی اکران کارتای زبیربانک ما میموندم میگفتم که برادرها دستگیری کنین. بعضی به معرفت بعضی به سواد در کامنتر نویسه که رحیم برای یک جا کار کرد، رحیم برای یک جا شکر. برادر جان، ما امروز زورم اومده گفتم با اون مقصد نه که مرا طعنه کنی برای یگان جای کار رفتم برای چی کردن. نه، ما با او خاطر کردم که ما بلاگرم هر روز یک چیزی میپرتوتم. زندگی هر روزه مرا شما میدیدین پیش که میرفتم. ما خواستم که امروز شما هم زندگی مرا بینید که ما برای چی مسکو آمدگیم، برای چی کار ما مسکو آمدگیم، برای چی. ما گفتم که حاضر شما دا میگم که برای چی قامت ما شکست، میان ما شکستن، قامت ما شکستن. برادران عزیز، برای در تاجیکستان مرا یگان مقامات یگان کس یگان کار کردن نه. الحمدلله خداوند همه وقت تاجیکستان تنجی و امانی باشه، خداوند همه را حفظ کنه. شکرانه الله تا همین روز ما مرا یگان کاری بد نکردین و این برنامه که دیروز ما کردم این با این یگان تعلق نداشت. شکرانه خدا ما چه کاری که میکنم در دایره قانون میکنم، ای قانون یگان چیز بیرون نمیبرم. بعد دیگه که برادر جانا سبب اومدن ما نواری کردگی ما موندگی ما در رو بود که در رو ما برای موندم گپ زدم اونجا برادر رو که کسی رکلام کردن میتونم. ما در پولی به چیز در کار نیست، نبرو مرا پول تی ایجاد مگزین اوی کسی دیگر چیزای برای رکلام کردن. ما در اینجا یک ماه دو ماه میمونم گفتم راست خودم کلون پکریوتم نمیکنه باشه مرحمت پیشنهاد کنم من رکلام میکنم. باربری اگر این چیز باشه رکلام میکنم. برای گفتم یک خیل سگت برا دیگه خیل فهمیده. خداوند روزی که ما دارم در سر یگان تا دیشونتا درد یک بیمار بیماردار میفهمد. دوستان عزیز، شما خرسه نکنین که یک بلاگری آبی رو امروز محتاج ده. ما مثل شما بنده انسانم، در کار شب محتاج میشم، در کار شب خداوند، در کار شب خور و ذلیل میشم. خداوند که در کار شب بای میشم. دوستان عزیز، لیکن نگینی گپا تانا نکنین برادر جونم، یگون میده تانا نکنین. ما الحمدلله تاجیکستان ما در خاک پای وطن تاجیکستان میبرم. مرا مردم تاجیکستان لوبای جوش میرفتم حرمت عزت میکرد تا حاضر ما برای قومت مشکستن مرا یگون کز یگون پریتنزیا نکرده. خداوند همه وقت اینجا و امانی وطن رو حفظ کنه. الحمدلله بو میگردیم میریم کارمون در وطن ادامه میتیم. پروسه سیمین پرابلم قومت ما را شکستگی ای نکی نومردا. انشاءالله ما یگان باندش نمیگم که تو مرا دستگیری کردی. ما اینجا اومدم در بین این قدر آدمایی که از خدا بخبرن. ما از الله مهربانم طلب میکنم نه که برادر جان در کمتر نفرایی که گپ زدین در دل ما میمونه. اگر که ما برای پول میخواستم میگفتم بچه‌ها اینا کارت زبیربانک ما اینا زبیربانک ما اینا بگیرین در زبیربانکم یگون سومی پرتوین. نه که همه تا گپ ندارم. نفرای در دل کردن گپ تو ندارم. نفرایی که در دل خنجر زدین نفهمیدین که درد ما چیه شما دام گپ ندارم. خداوند این روزا ایشان تو نتا. من نمیگم که خداوند این روزا بینی بعد میفهمی که اول رحیم چیه. نه، خداوند این روزا ایشان تو نتا. ما در اینجا اومدم مای بیرون برآمده نمیدونم را چقدر نه که شیرین علی ان شاء الله پیدا شدن میشوند دستگیری میکنن. خداوند خداش ان شاء الله باوری کامل دارم. نجات دوستان عزیز، الله نگهبانتون باشه. خداوند همتون حفظ کنه. باوری کامل دارم که کسانی که مرا درک میکنین الله در بالای سرمونه. این روزا هم میگذره خرسندی ما در پیش ای ولی با همش هم میکنیم دیگر. بعد همین نوار من یگان چی درد دل نمیکنم. شما دا درد دل کردم گپ زدم. بعضیت خیال کردن که من متهم و شما طلب کردم. خداوند خور ذلیلتون میکنه. نفرانی که خیلی فکر میکنه خداوند خور ذلیلتون میکنه نه که خداوند خور ذلیلتون نکنه.
من دعا میکنم. دیگر ای پس نوار من خنده دروغ میکنم، درون غم در خودم میگیرم. نه که پوست انم نفرایی که به ایمونین این چیز به شما دخل داره چیز دیگر همین خیلی باشه. بلاگرها را شما ماها سالها میکوبید، بلاگرها را ماها سالها میکوبید در تلفنتان جواب نمیتن. نه که من قطعی هر یک کدام چیزی که میگفتی تنها میکردی اطفید میدادم میشم، نه که الله حفظتان کنه، الله هدایتم کنه. در این روز پستی از خدا طلب میکنم. دیدم بعضی بندش برای یک گیورده میکردگی چه خیلی تنها کرده، خداوند خودش. خیر دوستان عزیز، هزار رحمت برای نفرانی که درد مرا درک کردن.